بسم الله الرحمن الرحیم. حق مشترک همسران یعنی خانم و شوهر. این حال وقت ما و شما ازدواج میکنیم بالای خانم و شوهر فرض است، لازم است، واجب است که حقوق مشترکی یکی دیگه خود بشناسن و اگر خانم این حقوق بفهمه و شوهر بفهمه باز اینا زندگی بسیار خوب می داشته باشن. از این خاطر امام ترمذی رضی الله عنه روایت میکنه، میگه که در یک حدیث طویل است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده هستند: الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا. ببینید میگه که در این حدیث شریف بیان میکنه که ای مردم آگاه باشین، ای مسلمان ها، که شما بالای خانم هایتان حق دارین و خانم های شما بالای شما حق دارن. پس شما باید حق از اونها را مراعات بکنین و اونا حق شما را مراعات بکنن. باز تشریح میکنه رسول الله صلی الله علیه و میگه فاما حقکم علی نسائکم، حق شما بالای همسرایتان چی هست؟ فلا یطعن فروشکم من تکرهون ولا یأذن فی بیوتکم من تکرهون. اینال مثلا میگه حق شما بالای خانمایتان چی هست؟ حقتان بالای از اونایی است که اونا در همو بستر شما و در خانه شما و در منزلشان و در جای شما که شما خوش ندارین کسی دیگه باشین، اونا را باید اینجا اجازه ندن. یعنی حق شوهر از بالای خانمش که خانمش باید همو عفت و پاک دامنی خود حفظ بکنه و در منزل خود بدون اجازه شوهرش مردمای مثلا نامحرم و اینا را نگذاره. این حق شوهر بالای خانم است که این شریعت الهی برش داده هست. چرا شوهر نمیخواد که امرای خانمش مثلا مردهای نامحرم و بیگانه بیاین و بشینن و قصه بکنن و مثلا داخل شود؟ نخیر. و همین قسم و این حقهن علیکم، و حق خانمایتان بالای شما چیست؟ ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن، که به امرای زنا شما احسان بکنین در لباس و در طعامشان. این در بحثای حقوق مادی خانم ها هست، یعنی شما در لباسشان و در طعامشان باید چی بکنین؟ احسان بکنین، نیکی بکنین. خب اول حقوق مشترکه هست میان همسران. این حقوق حساب میکنیم مثلا اول همکاری با یکدیگر بر اطاعت الله و رسولش. این حق مشترکه هست، یعنی این حق هم خانم داره هم شوهر داره. و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. اینمی تعاون به چی؟ به نیکی و به تقوا. یعنی شوهر کوشش بکنه که خانم خود همکاری بکنه تا این خانم از این کارهایی را بکنه که خانم از این از بیبیهای جنت شود و رتبهش از حور جنت کده بلندتر باشه. این کار کی باید بکنه؟ شوهر باید بکنه. که خانم باید عقیدهش، توحیدش، ایمانداریش، اخلاصش، اخلاقش مثل خانم هایی که در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله بودن صحابیات واره باشن، امرای از اونا در روز قیامت حشر شدن. و همین قسم خانم مسلمان اقدر در قسمت شوهر خود همکاری بکنه و در فکر شوی باشه که شوهر ما باید ما این قسم امرایش همکار باشم که ای به جنت بره، حرام نخوره، ناروا نکنه، در راههای غلط حرکت نکنه، عقیده خوب داشته باشن. ای باید ای حق است که همکاری با یکدیگر خود بکنن. و به این شکل حق دیگه شان که هست عدم افشای اسرار خانوادگی هست. این حق از دو جانب است. یعنی شوهر و خانم نباید اسرار خانوادگی را مثلا در بین خود اسرار دارن، رازهایی دارن، این را باید پیش بر یکی دیگه قصه نکنن، بیرون برن مثلا. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم امام مسلم در حدیث صحیح روایت میکنن، میگه ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان من اشر الناس عند الله منزلة یوم القیامه، میگه بدترین انسان ها در نزد الله در روز قیامت از نگاه مقام منزلت بدترین یعنی خرابترین مردم کی هستن؟ الرجل یفضی الی امراته و تفضی الیه ثم ینشر سرها. یعنی کسی که با همسرش مثلا نزدیکیت میکنه و او با همراه از اون نزدیک میشه، سپس این امیر رازهای خود میره و به دیگرها قصه میکنه. پس یک حرام است، یک گناه بسیار بزرگ است که باید نکنه. سوم حق مشوره در خانواده هست.
این از در امور خانوادگی یکی با دیگه مشوره بکنن. مثلا طفل خود از شیر جدا میکنه، حق مشترک است که مثلا خانم با شوهر، شوهر با خانم مشوره بکنن که همین طفلک ما هست، این حال ما و شما از شیر جدا بکنیم یا وقتش است، یا مثلا مادر میگه یک چند وقت باشه یا پدر میگه چند وقت باشه. این حقشان است. حق صداقت و راستی و مودت و مهربانی است. همیشه با هم صادق و راست باشن، غلطی نکنن در امور زندگی خود، شوهر و خانم هر دویشان. پنجم، واقع بینی در زندگی خانوادگی. واقع بین باشن، ببینن که چیزهایی که واقعیت است. مثلا خانم میبینن که شوهر معاشش چقدر است، چقدر توانایی داره، چقدر امکانات داره، آیا تقاضاهایی که مدارم او را میتونه کلش برآورده بکنه یا نکنم. و به این قسم شوهر هم باید واقع بین باشه و ببینه که خانم از این مثلا وقتی که در این خانه هست و چه چیزهایی نیاز داره و چه چیزهایی ضرورت داره و چه مشکلاتی داره و چه قسم باید دردها و مشکلات از او همراهش همکاری بکنه. ششم، داشتن روح و روان یکی دیگر، باید مثلا یکی دیگه خود مثلا احساس داشته باشن داخلی و معنوی که به اردو به خیر یکی دیگه خود باشن. هشتم، نیکی به والدین و اقارب یک دیگر. مثلا شوهر برخورد خوب و انسانی و اخلاقی با خانواده خانم خود داشته باشه و در مقابل از این حقوق مشترکه هست دیگه. این خانم هم باید عین احترام و عزت به خانواده شوهر خود داشته باشه. بعضی کسا افراط میکنن، بعضی مردا هست وقتی که خواهر خودش به یا مادرش به یا اعضای خانوادهش به سودا میاره و خوراک میاره و گوشت میاره و میوه میاره، باز از خانواده خانمش که آمد باز قرار خود یک بغله میپرته، هیچ چیز نمیکنه. این هم غلط است. و بعضی اوقات از بعضی خانم ها هست که مثلا از خانواده مادرش یا خواهر خودش که میای باز بر از خوب خوراکا پخته و خوب تا بالا حرکت بکن، باز وقتی که قومای شوهرش آمد باز در اینجا پیشانیش ترش است و اعصاب خرابی میکنه. این حالا نه، اینجا باید دویشان به خانواده یکی دیگه خود احترام داشته باشن و به همراهشان مساویانه برخورد بکنن. نهم، وفا به شروط عقد. وقتی که عقد میکنن، در عقد به نام الله با حدیث رسول الله صلی الله علیه و ازدواج کردن و اونجا چی کردن؟ شرط گذاشته شد که من با تو احترام میکنم، اسرار تو را حفظ میکنم، با تو اخلاق خوب میکنم، حقوقی که شریعت اسلام بر تو داده و مطابق قرآن و سنت مراعات میکنم. خانم همی عهد کرده در عقد و شوهر همی عقد کرده، باید به این وفا بکنن. دیگه حق استمتاع از یک دیگه دارن که باید یکی از دیگه خود مثلا عموی حقوقی که هست باید شوهر حق خانم ادا بکنه، خانم حق شوهر ادا بکنه. و 11 حق میراث است که خانم از شوهر میراث میگیره و شوهر از خانم میراث میگیره و میراث از خانم از شوهر، شوهر از خانم. یعنی اگر شوهر فوت میکنه خانمش حق میراث داره در مال از و اگر خانم وفات میکنه شوهرش در مال از حق میراث داره. این چیزایی هست که اینی حقوقی هست که از اون. 12 دعوت و نصیحت به یک دیگر. همیشه باید خانم و شوهر دعوتگر باشن، یکی دیگه خود دعوت بکنه، یعنی شوهر و خانم به کار خوب، به عمل خوب، به عمل نیک یکی دیگر دعوت بکنن. 13 حق مشترک چی است؟ صبر به لغزش ها و اشتباهات یک دیگر. اگر خانم اشتباه میکنه یا شوهر اشتباه میکنه، در مقابل از صبر داشته باشن و از زندگی خانوادگی خود با اندک اشتباهات خراب نکنن. بسیار کوشش بکنن که صبر بکنن و در مقابل صبر بر از اینا اجر داده میشه. 14 مشارکت در امور منزل. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در کارهای خانوادگی خود اشتراک میکرد. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که اخلاق منزلی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه رسول الله صلی بوتهای خدا، لباسهای خدا خودش میدوخت و در خانه مانند سایرین شما کار میکرد. یعنی میگه در خانه مثل که چی ما کار میکردیم این هم کار میکرد و یک انسان از انسانها بود، به لباسهایش توجه میکرد، گوسفندانش را میدوشید و خودش برای خود در منزل کار میکرد. سبحان الله. شما سعی کنین اخلاق نبویه و امرا در خانه مثل خانم هایی که کار میکنن مردها هم باید کار بکنن. اگر ما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق میکنیم، اگر یک روز یک شوهر میخیزه جارو رو میگیره، خانه رو جارو میکنه، در لباس شویی سهم میگیره، در پختن دیگه خانه سهم میکنه، در بسیاری کارها سهم میگیره، این در حقیقت چی هستن؟
این سنت رسول الله صلی الله علیه و آله تطبیق کرده و این حقوق مشترکه هست که در امور منزل خانم هم سهم بگیره، شوهر هم سهم بگیره. اگر مثلا شوهر از سودا از بیرون، خانم مثلا سهم میگیره، او رو پخته میکنه و کار میکنه. پس این کلش حقوق مشترکه هست. هیچ کسی غلام و مزدور یک کسی دیگه نیست، بلکه اعضای خانواده هست. مثلا وقتی که قلب ما کار میکنه و اعضای بدن ما خون میرسانه، قلب خود مزدور نیست، قلب بزرگترین موقعیت در وجود داره. اگر چشم کار میکنه برای ما و شما، مثلا کل اعضای بدن راهنمایی میکنه، این خود مزدور نیست. این بعضی گپ کارهایی که بعضی مردمایی که بیدین هستن مسئله مزدوری و چیزا را در خانه مطرح میکنن که زن نباید کار بکنه و مرد نباید کار بکنه و مرد سودا نمیاره و شوهر خانم باید پخته نکنه. نه خیر، اینجا زندگی مشترک است و حقوق مشترک است و ما و شما با مطابقت از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم این مسائل بالای یکدیگر مراعات میکنیم. دیگه حسن معاشرت است با یکی دیگر. یعنی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگفت که اینی لاتزین لامرأتی کما تتزین لی. این صحابی مبارک چی میگم؟ میگم من همین قسم خود آرایش میکنم، یعنی آرایش مردانه، مثل که عطر میزنم، خوب غسل میکنم، خوب آراسته خودم میآرایم، همین قسم خانم ما برای من آرایش زنانه میکنه. یعنی مردها هم باید در نظافت خود، در مثلا بوی بدن خود، در استخدام مثلا شامپو یا صابون یا لباس ایگپای خود، یعنی تو نشه که بعضی مردها مثلا عادت خراب دارن، وقتی با عرق و با لباس بسیار خراب و تراس هیچ متوجه خود نمیباشن. نه، این صحابی میگه که همین قسم که خانم ما خوش داشت که خوش دارم که خانم برای ما آرایش بکنه، او برای ما آرایش میکنه، ما هم برای خانم خود همون قسم خود زیبا و خوب میسازم. چیست؟ اما این به این معنی نیست که ما مثلا بخیزیم آرایش زنانه بکنیم. نه، مردها همو چیز خود دارن، آراستگی خود دارن و خانم ها مخصوص از اونها هست. لکن همو پاکی، نظافت، عطر و این مسائل است. لباس 16 ادای حقوق شرعی بدون در نظر داشته مزاج شخصی و رواج قومی. یعنی حقی است که مثلا یکی مزاج است و یکی رواج است و یکی حکم شریعت است. پس ما وقتی با خانم خود برخورد میکنیم، نه به اساس عادات خود، رواج خود، ولی رواج ما این قسم است، رواج ما خانم ما این قسم است و در فامیل ما پدر ما این قسم اعصاب خراب بود و خانم لط میکرد و بچه این قسم میکرد. نه، این رواج تو است، رواجای جاهلیت است. ما مکلفیت مطابق احکام اسلامی داریم و رسول الله ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و هیچ وقت در زندگی کس را لط نکرده بود. هیچ کس، نه خانم خدا، نه غلام خدا، نه هیچ کس. اینقدر دست رسول الله صلی الله علیه و دست چی بود؟ دست پاک و دست چیز بود. یعنی حالا از این خاطر ما باید در برخوردها وقتی که میخوای مثلا تعلیم داشته باشه یا میخوای مثلا نماز بخوره یا میخوای به نماز جماعت اشتراک بکنه یا مسائل دیگه که است، پس از این خاطر ما نباید در اینجا رواجها را، بلکه تعامل باید مطابق چی باشه؟ مطابق چی باید باشه؟ مطابق چی است؟ مطابق همون شریعت اسلامی هست. و به میشه خاطر است که خانم بالای شوهر حقوق خاصی باز داره که حقوق خاصش چی است؟ مثلا حقوق مالی داره که حق مهر است که باید مهرش برش پرداخته شود، حق نفقه داره که او هم باید هر کس چی بکنه، حق مالکیت داره، چهارم حق میراث داره. این حقوق خاص کی از خانم ها هست. حقوق خاص خانم ها را مثلا اول حق مهر گفتیم، دوم حق نفقه هست، لینفق ذو سعة من سعته، درباره هر کدام از آیات قرآن است، سوره طلاق آیت 7. دیگه حق سومی از چی است؟ حق مالکیت است، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب. این حق مالکیت خانم ها هست. و چهارم حق میراث برای همسرها هست که اینا حق میراث دارن. پنجم حق وصیت در انفاق بعد از مرگ شوهر دارن. اینا برشان دیگه حق نفقه و مسکن برای خانم های طلاق داده شده هست. حق نفقه برای شیردهنده هست، هفتم حق هست. یعنی حقای هست که چی دارن. و دیگه باز حقوق چی هست؟ حقوق ایمانی و معنوی خانم بالای شوهر است که حق دعوت هستی. باز حقوق خاص است. دانستن همسر من حیث یک نعمت الهی هست که شوهر باید فکر بکند که
اینمی خانم ما یک نعمت است از جانب الله بر ما داده شده است. سوم صبر است که شوهر صبر بکنه بر کراهیت داشتن از همسر. اگر همسرش بعضی کارهایی میکنه که خوشش نمیاد، این حقوقی است که چی داره خانم داره بالای شوهر خود. حقوق اخلاقی خانم بر شوهر که مثلا حق معامله با نیکی و معروف است، حق حفظ رازهای خانوادگی هست و حق حفظ و دفاع از عزت خانم است. اینی کلش حقوق است که من فقط عنوانایش بر شما گفتم. حقوق انسانی خانم بالای شوهر است. حق زندگی مساویانه هست که مثلا چیز داره، حق زندگی داره و اینا کلش در شریعت اسلام. حقوق قضایی داره، مثلا حق دفاع داره، حق شهادت داره، یعنی حق اختیار همسر بعد از وفات همسر. اینی کل حقوق است که ما شما هم در مشترکه گفتیم. حق اجتناب در صورت خوف و بی‌عدالتی. اگر یک شوهر مثلا میفهمه که ما عدالت کرده نمیتونم، پس در این صورت باید چی کنه؟ باید تعدد نکنه. وقتی که عدالت کرده نمیتونه، فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة. و دیگه باز حقوق شوهرها بالای خانم است که مثلا حق قبولی و سرپرستی و اداره خانواده هست که خانم باید بفهمه حق به شوهر بده که سرپرست خانواده و حقوق اداری، مثلا سرپرست اداری مربوط از او باشه. دیگه حق اطاعت داره که خانم ها باید به شوهران خود اطاعت بکنه. سوم حق شوهر از بالای خانم که حفاظت نفس و مال در غیاب شوهر بکنه. و دیگه در جمله حقوقش همچنان چهارمیش حق زینت است که خانم برای شوهر خود باید زینت و آرایش بکنه و تا همون محبت از او و دوستی از او دوامدار باشه. و پنجمی حقش که در اینجا هست قناعت به کم و چیز موجود، یعنی حق خانم شوهر بالای خانم است که به اون حقوقی که مثلا توانایی که شوهر داره باید به او قناعت بکنه، از او تقاضای بیشتری که واسش نمیرسه نکنه. ششم حقش از حق مراعات طبیعت شوهر است که مثلا طبیعت از او را مراعات بکنه. و همین قسم حق اولویت شناسی که مثلا در زندگی اولویت بر چی هست او را باید مراعات بکنه. حق شکران، همیشه وقتی که شوهرش برش یک تحفه میاره یا یک نیکی میکنه از او تشکری بکنه. این حق شوهر از بالای خانم. حق عدم انفاق از مال شوهر بدون اجازه است، بدون اجازه از او مالش برای کسی دیگه چی کنن نته. حق عزاداری و عدت الی 4 ماه و 10 روز در صورت که شوهرش فوت میکنه 4 ماه و 10 روز حق عدت داره که باید او را در نظر بگیره. این در مجموع حقوقی بود که من خدمت شما در قسمت حقوق مشترکه خانم شوهر و حقوقی که مثلا شوهر تنهایی داشت و حقوقی که خانم داشت، اینی در شریعت اسلامی این حقوق است و با مراعات از این ما میتونیم که زندگی مشترکه خوبی داشته باشیم. هم به منفعت ما در آخرت است و هم در دنیا هست. در دنیا زندگی ما بسیار نرمال می باشه و در آخرت هم ما چی می باشیم؟ در آخرت هم به اساس از اینکه هر حق را که ادا میکنیم در حقیقت یک حکم الله را تطبیق کردیم و این سبب میشه که ما مستحق جنت الهی شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.